لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نیست بالای ضعیفا. ضعیفو کسی نمیگه که قوت بدنش ناتوان است، نمیتونه سفر کنه، مریض نیست لیکن وجودش خیلی کمزور است، این از ضعفا میگه. ولا علی المرضى، نیست بالای کسایی که مریض است، توانی رفتن نداره در جهاد شریک شوه. ولا علی الذین لا یجدون، نیست بالای کسایی که نمیابه ما اون چیزی را ينفقون که خرج کنن. چی نیست بالای از این سه طایفه؟ حرج، تنگی و گرفت، الله مؤاخذه نمیکنه، به گناه نمیگیره. خو شرط است. شرط کدام است؟ اذا نصحوا لله، زمانی که خیر خواهی کنه خاص برای الله و رسولی، خاص خیر خواهی کنه برای رسول الله. ما علی المحسنین، نیست بالای کسایی که احسان کننده است، من سبیل، رای گرفت و مؤاخذه، واره کس ملامت کرده نمیتونه. والله غفور رحیم، الله غفور است، مهربان است، همچون مردم ها را بخشش میکنه، رحیم، رحم کننده است. حتی ثواب جهاد هم الله برای از جا میده. سه طایفه را الله مستثنا کرد. کدام مردم؟ ناتوان. کدام مردم؟ ضعیف. کدام مردم؟ وسایل جنگ و جهاد قطعشان نیست. این مردم ها را الله متعال مؤاخذه نمیکنه. چرا؟ عذر یارشان ده. عذر اگر عذرشان مرفوع می بود اولا برد میدان جهاد می بودن یا تصمیم داشتن، لیکن زمینه مساعد نیست. خو الله اینجا یک شرط گذاشته. کی سرشان گرفت نیست؟ اگر خیرخواهی برای الله و رسول الله داره. خیرخواهی برای الله چیست؟ ما قبول کردن حکم الله، عبادت صحیح کردن به الله، الله را از هر نوع شرک و عیب و نقصان پاک دانستن و تمام احکام الله را به صمیم قلب پذیرفتن. این نصیحت و خیرخواهی برای الله است. نصیحت و خیرخواهی برای رسول الله چیست؟ تصدیق پیغمبر با آن چیزی که خبر داده و از آن چیزی که منع کرده، امتثال به حکم پیغمبر، دوست داشتن عمل و حرکت پیغمبر، دفاع کردن از سنت پیغمبر. این کلش نصیحت و خیرخواهی برای کیست؟ رسول الله هست. میفهمی نکته را؟ میفهمی؟ یک مسلمان بدون جهاد باید باقی نمانه. یک مسلمان، ادناترین مسلمان باید هیچ چیزی که از دستش نمیاد اندیشه جهاد داشته باشه، فکر جهاد داشته باشه. از او خاطر در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه کسی که جهاد نکرد و در دلش هم چی گپای جهاد نگشت، به یک از شعبه های چی نفاق و از دنیا رفته. یک کس هم از جهاد خالی نیست. از این آیت برای ما واضح میشه که صورتهای جهاد متنوع است. یک آدم خوب توان قدرت داره از قله کوره، در قله کوست. یک آدم از قله کوره توان نداره، امکانات مادی و مالیش برابر کرده است. یک آدم دیگه توان حالات کفار برش نقشه داده است. یک آدم دیگه این کلی چیزا را نمیتونه، دعا کرده است. دعا میدانی؟ لا اقل زمان افطار و پس شوی خوی دعا را بکو که یا الله کفار رسوا و شرمنده کن، مجاهدین الله قوت بده، الله حکومت اسلامی را در کل جهان حاکم بگردان. این توده های کفر گله میشه الله در مسلمان ها را سر قرآن و سنت متفق بساز. دو اصل دین کلگی را جمع بساز که دیگه شخص پرستی و تنظیم پرستی و فرقه پرستی کلش چی شود از بین بره. انشالله این حرکت شروع است. اینمی حرکت شروع است. روز فرا میرسه که مهدی هم تولد شده باشه، در گردش مردم جمع باشه و ملت هم فقط و فقط قرآن و سنت بشناسه. چی را بشناسه؟ قرآن و سنت. اینی حرکت است انشالله. این ابتدایش است، آغازش است. از همون خاطر از خدمت قرآن و سنت خود دور نکنه، وگرنه در لشکر مهدی نخواد که شامل شده. قرآن و سنت دفاع کنه، خدمتش بکنه. اینی مقدمهش است انشاءالله. و همینطور حالت میاد. چرا که غم ملت، غم جهاد و مردم متفق ساختن، متحد ساختن، دشمنی در مقابل کفار، سایرش یهود، نصارا، مجوس، شوروی، بگه انگلستان، امریکا، هر کس کی هسته و دوستی با کی؟ مومنا. اینی هدف است. ولی افسوس است که امروز طایفه های پیدا میشه که اولین دشمنش کیست؟ بگه سلفی ها. یارا که هر جای گیر میکنه میگه نمانشه بکشیشه. خب نصیحت برای الله بکنه، او وقت گرفت نیست. امین معذورم معاف نشد از جهاد. با چی چیز جهاد کرد؟ با دعا کردن. با چی؟ اینجا
دیگه چه قسم جهاد میتونه؟ مورال بالا نگاه کردن. اینطور نگوی که خبر بیار وی والا مسلمان ها سخت تکلیف دوچار است، وی 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 این گپا را نزنی. یادتان باشه کی دیده یقینی دیده مسلمان ها خیلی ضربه خورده، نگویه مسلمان دیگر قلبش ننداز، بگو الحمدلله مجاهدین خوب متحد است، تفرقه در بینشان نیست، مورالشان قوی است. اینی کلمات خود گفته میتونی، اینی هم جهاد است. اگر خلاف از این کلمه گفته نصیحت برای الله و رسول الله نکرده. از او خاطر پیشتر براتون گفتم که سخن گفتن در مورد مجاهدین و جهاد بسیار به احتیاط قدم بگذاره، وگرنه مؤاخذه میشیم. الله میگه مؤاخذه سری کلگیست، خود سر اینمی 3 نفر نیسته که از جهاد مخالفت کرده، لیکن بنا بر عذر شرطش است که نصیحت به الله و رسول الله داشته باشه. ما علی المحسنین نیسته، بالای محسنا من سبیل. الله اشاره میکنه که طور کسایی است که راستی هم با مجاهدین در حرکت نیسته، در خانه باقی مانده، در زمین باقی مانده، لیکن محسن است، نیت و اراده درست جهاد داره، کمک میکنه مالن، سیاستن، کمک فرهنگی، قلمی، این گپا را میکنه، یارا نادیده نگیر، کلش محسنین است. الله یارا مؤاخذه نمیکنه. والله غفور رحیم. ولا علی الذین نیست مؤاخذه رای گرفت و تنگی بالای کسانی که اذا ما اتو که این 4م طایفه است، در آن وقتی که بیاید پیش تو ای پیغمبر علیه السلام، لتحملهم که یارا سواری بدی، مرکب برشان بدی که تا در میدان جهاد بروه. در روایات میاد که آمدن از رسول الله پای پشت طلب میکردن. چی طلب میکرد؟ پای پشت نبود، پای پشت. حالات چقدر حالات سخت تیر کرده صحابه. بوت نبود، لطا پیچ میگرفتن، در پای خود لطا پیچ میزدن، باز بعد از سفر حرکت شروع میشد. خبر داری؟ در جنگ تبوکی تو رادی گپ نبود. خسته های خرما، آدم نیکبخت بود که خسته خرما را پیدا میکرد که تنها خسته خرما که او را همونجا بچوشه. نان کجا بودی، گپا کجا بود؟ خبر داری نه؟ مرکب کجا؟ چند نفر در یک مرکب نوبت میکردن میرفتن. امروز کدام امکانات نیست که برای ما حاضر نیست، موجود نیست. ما این نعمتهای الله را چه قسم شکر گزاری کنیم؟ بسیار سخت است. خب مجاهدین چه رقم مجاهدین بودن؟ اذا ما اتو که وقتی که آمدن پیش تو پیغمبر علیه السلام لتحملهم که یارا سواری بدی، یعنی یارا سوار بسازی بالای مرکبا برای از یا وسیله رفتن مهیا بسازی. قلت تو برش گفتی که لا اجدو، من نمیابم من چیزی را احملکم که شما را سوار بسازم علیه بالای او چیز. خطیتون وجود نداشت. تولوا بازگشتن از اینکه امکانات برش نبود. و اعینهم تفیض من الدمع، چشمان مبارکشان تفیض پر بود من الدمع از چی؟ اشک، حزنن از روی غمی که برای از یا لاحق شده بود به خاطر نرفتن در جهاد. الله یجدو که نیافتن ما آن چیز را انفقونه که خرج کنه و با واسطه از او در میدان جهاد بره. طول کنی خدا، مقایسه کنی خدا، راست تا نبوده. ما به محض نام اسلام در تذکیره دعوا داریم که سر جهان حکومت کنیم. نام ما در تذکیره دین اسلام نوشته شده، میگیم بعد ما سری انگلستان هم حکومت ما داشته باشیم، سری امریکا. چی دعوا داریم؟ امی احساس تعالی را در وجود ما پیدا شده. کدام روز اشک ریختاندیم، اشک، او مردم اشک میریختان، او مردم حکومت میکرد سری کناره های جهان. اینی مردم که اینی طور احمد داشت، اینی طور احساس داشت، اینی طور درد داشت، اینی طور دین داشت، اینی طور عقیده داشت. او مردم واقعا سری گوشه های دنیا حکومت میکرد، هم حکومت اخلاقی، هم حکومت عقیدتی، هم حکومت سیاسی، هم حکومت فرهنگی. در روزگاری که مراکز اسلام پانتونایش هجوم مردم بود، در دنیای کفر کسی دیده نمیشد در پانتون. امروز پانتونای دنیای کفر پر است، از مسلمانای چیز وجود نداره. اخلاقی که در جامعه اسلامی بود امروز با دوربین دیده نمیشه. این اخلاقی ما را دنیای کفار دزدی کرده و از اخلاق کار میگیره. سیاستی که اسلام داشت امروز در اسلام هیچ سیاست وجود نداره غیر از دروغگویی. این سیاست وا به دزدی. امید دموکراسی لعنتی را به می معتقد است، به می ارزش داده و مطابق امید دموکراسی عمل هم میکنه. ما به قانون الله عمل نمیکنیم. خلاص
خیر چطور ما توقع داشته باشیم که حکومت و نیرو در دست ما باشه و سر جهان ما حکومت بکنیم؟ نه، تا وقتی که یه احساس پیدا نکردیم حکومت نمیشه. ان والسبیل علی الذین، رای ملامتی و مؤاخذه و گرفت علی الذین، بالای کسانی است یستاذنونک که وا اجازه طلب میکنه از تو و هم اغنیا، در حالی که وا مکمل توانمند است، هیچ نوع ضرورت و حاجت نداره. ردو خوش هستن، پسندیدن به یکونو مع الخوالف، که باشن امرای کسایی که پشتی سر گذاشته شده، زنان، مردم معذور. و طبع الله علی قلوبهم، مهر ماند الله بالای دلایشان، این حقیقتا را درک کردن نمیتونه، این افتخارات، فهم لا یعلمون، پس این مردم نمیدانن. اگر میدانستن اینطور حالت سرش نمی آمد. علم است که انسان درک واقعیت ها را برش نصیب میکنه. علم است که انسان تمام افتخارات برش پیش روش میاره که این افتخار است. تفکیک کده میتونی در بین آن چیزی که سبب بدبختی است و سبب نیکبختی است توسط علم میشه. قرآن قدم به قدم به علم دعوت میده و ما را میگه که علم حاصل کنیم. علم کی باشه همه گپاست. امروز مردم ما از روی نادانی خود رقم کارای ناشایسته میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، عذرا را پیش میکنه از دروغ، بهانه میکنه الیکم به همه شما، اذا رجعتم الیهم وقتی که شما باز بگردی به سویشان. منافقین خو خیلی ترسو هم میباشه، بزدل هم میباشه و این طور فکر کرده بود که در جنگ رومیا میره، این لشکر مجهز رومیا و این لشکر زله و مانده پراگنده مسلمان ها هیچ مقایسه نمیشه که به مجردی برسه اوجا شکست میخوره. اما الله متعالی تو رعب در قلب کفار از لشکر مسلمان انداخته بود. رسول الله در مقام تبوک رفت، 20 روز اوجا باقی ماند، 20 روز. اما رومیا گریختن، فرار کردن، پیش نامدن که مقابله بکنه. ولی وقتی که مجاهدین پس آمد، منافقین دید که اوه گپ خلاف برعکس شد. حال دیگه در هر کس چاپلوسی میکنه. هر مسلمان هم مجاهده که میبینه یک دفعه در پالوگه کش میاد، چی میگه؟ عذری خدا پیش میکنه، والا شما خو رفته الله شما را اجر بده، ما اینی طور مشکل بود. این عذرا و بهانه دروغ بود. قل بگوی پیغمبر علیه السلام 3 امر تلقین میکنه به پیغمبر علیه السلام. لا تعتذروا، شما عذرایتان پیش نکنی. چرا؟ لن نؤمن لکم، هرگز باور نمیکنیم لکم بگه پای شما. چرا؟ قد نبأنا الله، یقینا ما را خبر داد الله، من اخبارکم، از حالات شما، وضعیت شما که هیچ نوع عذر نداشته، دروغ بهانه میکنی. یک مونه. و سیر الله عملکم، زود است که ببین الله عمل شما را و رسوله پیغمبری الله. امروز خوی بانه کده خیر است، دمی روی دیگه هم جهادا داریم، دیگه هم امتحان ها که بازوی چی میکنی؟ آلی خو یک مشکل برو امروز قبول که تو مشکل داشتی. اگر کسی عقیده را پذیرفته و در این میدان داخل شده و قدم میزنه خیر این طور فکر نکنه که تو آرام باقی میمانی. ملا صاحب قدم نزن که در بدر میشی، نه خیر است. و ملا صاحب قدم نزن، 2 روز تیر نمیشه زنگ مولوی صاحب من از قریه کشید. چرا کشید؟ خیطور مرا دیده بود. رو مرده که نکو میگم که پالوی من بیا، در بدر میشی. خب اگر لاف میزنی پیش رو دیگه هم داریم، تالی ره در انتهای خود نرسیده. این مردم ما و شما در 100% 1% هم تالی ره به این عقیده و به این نظم به این گپا نامدیم. 99% مردم به مو مفکوره باقی است و تو را از یهود و نصارا کدم بد میدانه، دیگه تو را آرام میمانه. یقین بکو این طور لطا بخوری که پرسان نکو، لط بخوری بازگیریار نکو که مرا زد. خیر است. تبلیغی ها را که مردم میزنه باز میگه چی هسته؟ الحمدلله که لط. شما موتور نکنی که الحمدلله گفتن پشت دور بده، مقاومت بکنی، از خود دفاع بکنی دیگه. یا نه اگر بگوی که نه آرام میمانم، آرام نمیمانی. این را یاد داشته باشی، گزن برات میرسه. چرا میرسه؟ الله امتحان تا میکنه که در کوره پخته شده یا نه. یک دفعه که از کوره پخته برآمدی باز بعد از اون راحت میشی. این گپام باز برات دادی این معلوم میشه، هیچ دقیقش نیستی. فهمیدی؟ هیچ باز قصیش نمی باشی. در اول آدم بسیار وار خطا می باشه. چرا؟ شیطان وسوسه های گوناگون نمیپرته.
از یک طرف پدر از پیشم خفه شده چطور کنم، ماما خفه شده، راستی سبا اگه بمرم کس مرده برا دفن نکنه. حالی باز شیطان برا پیش میاره، ای دختر کس برات نمیده، اگه طلبگار که هر جای بره نه بچه دوابیست ما دختر خدا نمیده. خب شما از این ناحیه هیچ ترس نداشته باشید. چرا؟ الحمدلله خواهرای چیسته موحد و مادرای موحد داریم، انکار نمیکنه. خب دختران باید حراس نداشته باشه که بگنی دختر ما به نکاح نمیگیریم وابیست، بچهای وابی پیداست. و سیر الله عملکم، زود است که ببین الله متعال عملکم، کارکردگی و کارگزاری شما را، یعنی توبه میکنه شریک میشه در جنگ و جهاد همراه ما که مسلمانان را امداد کنه، و رسول و پیغمبر الله شما را میبینه، آینده میدان وسیع است. ثم تردون الى عالم الغیب، حالی خوب هر نیرنگ و قسم تیر میشه، لیکن شما بازگردانیده میشه به سوی ذاتی که تمام پنهانا را علم داره، آن چیزی که از نظر و عقل ما پنهان است به الله مکمل معلوم است، و شهادتی که علم داره به چیزی که حاضر است. فینبئکم، شما را خبر میده بما، به او مفکوره، به مو عقیده، به مو اراده و هدف، کنتم که شما بودی تعملون عمل میکرده، مکمل نمایان میشه که شما راستی اراده توبه و شرکت در جهاد داره یا نداره. سیحلفون بالله، قسم میخورن به نام الله، لکم، برای راضی کردن شما، پیش روی شما میآید چاپلوسی میکنه، قسم میخوره. اذا انقلبتم، وقتی که باز بگردی الیهم، به سوی ازیا. چرا اینطور کار میکنه؟ لتعرضوا عنهم، به خاطر که شما یا اعراض از پیش بکنه، یا را ملامت نکنه، در هر جای سرزنش نکنه، از این میترسه، از این خاطر بانجویی کرده میآید چاپلوسی میکنه. فاعرضوا عنهم، الله میگه بله مجلسشان ترک کنه، روی از پیشش بگردانه، اینطور نه که ملامت نکنه، نه، از روی ملامت کردن روی تان از پیش بگردانه، تیر کنی خدا، بدبختا هنوزم بهانه برای ما میکنه. انهم رجسون، الله متعال میگه یا خو یک دم پلیتیست، یک دم نجاست است، و مأواهم، و در آخرم جای باششان جهنم و جهنم است. چرا؟ جزاء بما کانوا یکسبون، بدل و عوض از آن چی است که خود کردن. کل عمر خود، سرمایه عمر خود در شیطانت و فساد، برخلاف اسلام، در مقابل اسلام با کفار هم نوایی کردن، جاسوسی کردن، همکاری کردن، دقیق وقتی خود تیر کردن. از او خاطر الله متعال جهنم برشان میده. در اینجا چی درس برای ماست؟ الله میگه انهم رجسون، یا یک دم نجاست است. از نجاست آدم خودداری میکنه، یعنی که قطش قرار میشه، امرای نجاست یک جا میشه، خودداری میکنه. چیزی نجس زود در دامنت بخوره، زود که شروع میکنی و را میشوی، باقی نگذاری. الله متعال اشاره میکنه با همچون مردمی که عقیده فاسد داره، همیشه در قلب تو را متزلزل میسازه، شبها را میپرته، ایمانی تو را متزلزل میسازه و تو را در شک میپرته. از این طور مردم خودداری کردن، مجلس جدا کردن ضروری است، بسیار ضروری است. چرا؟ به خاطر که رفیقی و مصاحبت و همراهی بسیار اثر داره، خیلی زیاد اثر داره. این پودری اول یک نفر بود، یعنی کلگی یک دم پودری شده بود. نسواری یک نفر بود، یا کلگی نسواری شده بود، یک نفر بود. لیکن قط خود کشانده شد تا که تا اونجا را مردم رسانده. از او خاطر اگر همراه آدم نیک بود، تو را در ترجمه کش میکنه، تو را در مسجد کش میکنه. اگر آدمی بد بود، بگه تو را در رقاصه خانه کش میکنه، در شراب خانه کش میکنه. از او خاطر است که پیغمبر علیه السلام میفرماید که المرء علی دین خلیله، شخص در دین دوستی خود است. فلینظر، بگه مما یخالل، باید ببینه امرای کی دوستی میکنی، حالات ازوره، مفکوری ازوره، حرکات ازوره، وزن ازوره، مکمل ارزیابی کو، بعد از او دوستی را قطعش اختیار بکو. چرا؟ دوست نیک تو را در یکی قطعا میکشانه. امیالی شاید افرادی باشه چون دوستی دادم نیک بود، تو را در ترجمه قرآن آشنا کرد، آورد تو را. اگر تو دوستی کسایی می بود که فقط از صبح تا بیگار پنچات، نه تسبیح، نه سبحان الله، نه الحمدلله، نه اذکار، نه هیچ چیز، فقط به لهو و لعب روزه تیر کردن، خوش آمسته که ما روزه گرفتیم. نه، دوستی خوب پیدا کردن
این بسیار ضروری است. زمانی که دوستی که با او جدا میشی این قدر اهمیت داره. زن و شوهر چقدر اهمیت داره که کی باشه. حال دیگه شما اندازه بکنید که چه قسم زن نکاح شوه و با کدام مرد آدم نکاح بکنه، چه قسم مفکوره و چه قسم اخلاق داشته باشه. این امر ضروری است. الله متعال امی گپا بر ما میگه. از این مردمان که نجس است، پلیت است، فکرش پلیت است، حرکتش پلیت است، عملش پلیت است، از یا خودداری کردن بکار است، به خاطر که نجاستش سرایت ده تو میکنه، تو هم متردد میشی. و مأواهم جهنم و جای باش از یا جهنم است. جزا هم بما کنون یکسبونی بدل و عوض است از آن چیزی که کسب کردن در دنیا. یحلفون لکم قسم میخوره برای شما لترضوا عنهم به خاطر که شما از پیشش خوش شوی و ملامت نکنیش، سرزنش نکنی، صرف به می خاطر یا بهانه جویی و عذرا را پیش میکنه. قسم میخوره. الله چی میگه؟ فان ترضوا عنهم اگر شما راضی هم شوی، سرزنش و ملامت کردن از یارا ترک هم بکنی، فإن الله یقینا الله متعال لا یرضى عن القوم الفاسقین، راضی نمیشه از قومی که فاسق باشه. قطعا الله راضی نمیشه. ملا صاحب ما میگیم که ملا صاحب بیا پشتی راضی کردن مردم قومیت نکرد، نکن. اگر تو میخوایی که قوم راضی کنی به الله قسم اگر راضی کرده بتانی. چرا؟ در قوم صفاتای متضاد پیدا میشه. یکی نمازی دراستر خوش داره، دیگیش کوتاه‌تره. خب یکیش چیسته؟ میگه بی نماز بچوک به خاطر که حریفش بی نماز است. دیگهش میگه نه قمارباز بچوک، حریفش قمارباز است. تو اول کی را مراعات میکنی؟ مخلوق راضی شده نمیشه که تو هر قدر چی بکنی کوششام بکنی. مولا صاحب مردم راضی نکو، الله را راضی کن. الله را راضی کن، همین مردم الله در قلبش محبت تا میپرده. اتو خدمتی تو را بکنه که از سابق یکی برده باشه. در سابق به طریق توهین و تحقیر پوله برات پیش میکرد، اولی به کمال اخلاص و صداقت پوله برات پیش میکنه. فرق است مناسب. ای عالم تو خدمت دین الله را بکن، الله را راضی کن، مخلوق راضی نکن، غمی مخلوق نکن. همین مخلوق ناراض الله در قلبشان محبت تا میپرده. امروز با تاسف که علمای ما سنت رسول الله را پنهان میکنن، حتی یک سخن گفته نمیتونه، در موضوع توحید گپ زده نمیتونه، سری رواجا و رسما رد کرده نمیتونه. امو مردکی که جنایت کرده، توی گرفته، رقص کرده، میره نکاحش بسته میکنه به خاطر راضی کردن کی؟ همین مخلوق. خو انشالله الله از پیشش ناراض است. چرا که دین الله را وسیله برای کمایی دنیا گشتانده. دین الله نه تابع کسی است نه دنبال کسی میره. دین الله دین الله است. واضح بیان شوه، کس قبول میکنه نمیکنه کاری تو نیست، از تو بیان است، مسئولیت تا ادا کن. اگر یک ساعت بعدم تو از مسجد میکشه بکشه، خیر است. امامت نکو پیکولی جور کو بفروش. دمی رمضان در افطاری پیکولی جور کده برو، 4 دانه نفر که در پالید می آمد یک دواره برش یاد بده که حالی پیکولی را میگیری روزه را افطار میکنی، دوایش یاد داری یا نداری؟ چه رقمی دعا میکنی؟ هم تبلیغی تا بکو، هم پیکولی تا بفروش، باز عزت الله را میبینی. افسوس است که امروز ما دین مکسبه جور کردیم. امامت مکسبه است، زندگی خود سرش پیش میبریم. من از سری علما زیاد تعرض میکنم. چرا تعرض میکنم؟ علما امرا دو قوت داره ما، یکی قوه اجرایی است، یکی قوه تقنینی یا قانون دادنی است. فتوا را عالم میده، اجرا را کی میکنه؟ امرا میکنه. اگه این دو اصلاح باشه کلی مخلوق چی است؟ اصلاح است. کلگی اصلاح میشه. ما خراب کردیم. بان که او مردکه که توی برده خفتن نشود پشت تو میایه، تو بگو که نه اونجا ساز و سرود است ما بسته نمیتونم، سری امو سازنده نکاح را بسته کن. از پیش سوال کن، هیچ نکاح ضرورت نیست، دختر و بچه جور آمده خانه ببرشه. برات میگه که نه این حرام میشه، زنا میشه. خب زنا حرام است، این رقص اختلاط مرد و زن، حالی که یک دم بازی کده رئیس نه خفته نه شناخته نه شامه، حالی در 2 بجم رسید صبح نمازی صبح نعوذ بالله سگ واری خواب می باشه. این حلال بود یا حرام بود؟ یک حرام هم میکنی دیگه شنه. بنی اسرائیل هم میطور بود. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض.
یک ملا نکار بسته نکنه که توی همونجا باقی باشه تا صبح. حالی پشت هر ملا بره و ملا بگه کجاست توی؟ در هتل است. نه رفته نمیتونم، نه رفته نمیتونم که 3 روز تیر شود آروس همونطور رنگی ناخونش باقی بمانه. بعد از تو بیبی کس لیتوری کار میکنه یا نمیکنه. خب ما هستیم. خطی امریکایی ها میمورن میگه شهید است. در خدمت امریکا سالا را تیر کرده، مسلمان ها را شکنجه کرده، بازم تو بیری در سر جنازش. عجیب است. خیر عوام خو میگه این حالا هنوز دیگه چقدر خدمت بزرگ دیگر را میکنه، خدمت بزرگش میفهمه. من از همون خاطر میگم که آفرین مردم ما را زنده مونده. بگو چرا؟ او ملا این مردم هم مکمل جنتی میسازه. یک پندکی پیسه را خط قرآن کریم بر نه روزی تا میمانه، نه نمازی تا، نه سجدی تلاوتی تا، نه نظری تا، کلش ساقط میکنه. تو را صاف پاک میکشه، در قبر میمانه تا. خلاص ما خو کار نمیکنیم. خیر مردم ما را دوست داشته باشه یا واره؟ ما را دوست داره و برادر سوا ستره صفا جنت میبرشه. از او خاطر و این مردم عوام که خط ما زدام است به می خاطر که ما یارا پاک کردن نمیتونیم. خب پاک کردن چطور شود؟ قرآن کریم میگه یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسم یاد میکنه به خاطری که شما راضی شوی. فین ترضوا عنهم، اگر شما راضی هم شوی چی منفعتی برش داره؟ چرا؟ فان الله، یقینا الله متعال یرضى، راضی نیست عن القوم الفاسقین، از او قومی که فاسق هستند. یعنی بدون رضای الله متعال هیچ امر قابل قبول نیست. و کسایی که از طاعت الله بیرون شده، فرمان الله را نپذیرفته، و مردم ها چی؟ مردم خوش باشه. الاعراب اشد کفر و نفاقا، مردمایی که در دیهات زندگی داره، متمدن نیسته، نزدیکی مدرسه مرکزای علم زندگی نکرده، بسیار سخت هستند، قساوت قلبی زیاد داره. الله تنبیه میده پیغمبر علیه السلام که تنها منافقین در دور اطرافت نیست، در دوردست هم است. وارم باید تو بشناسی. مردمای دیهاتی، اعراب مردم دیهاتی را میگه اگر عرب است اگر عجم است، یکی عربی است. عربی که در نسل عرب است تکلم به عربی میکنه، اما عرب اگر عجم است اگر عربی میگه اگر عجمی میگه. مردم دیهات میگه اشد کفرن، سخت است از روی کفر، مزاجشان خیلی سخت است. و نفاقا، از روی نفاق. چرا؟ به خاطر که در بینشان دانشمندا وجود نداره، مطالعه نداره. از او خاطر آنقدر سخت میبینه شما را که پرسان نکو. مردم شرقتی حرکت و دعوت شما خیلی سخت است یا دیهات؟ دیهات. شهریا جان دیده است، کمی مطالعه کرده، در تلویزیونا نماز حرم دیده. از او خاطر در مسجد ها بسیار غیر از همون بسیار جاهلش دیگایش ایچ بگوی تو را بد نمیگه. آمین میگی اگر افلیدین میکنی. خود تو مرد استی در قریه برو او یک دفعه آمین کن که نماز اعلام میکنه در مو فرصت این تو در بس شوه که پرسان نکن.